навиди бомдодии аз радио зоди ки имрӯз 15 сентябр тақдими шумо бинандагони азиз мешавад. Умедворам рӯзатон бобарор бошад. Соат ба вақти прага расо 7 субҳ ва ман омода ҳастам ки хабарҳои Тоҷикистону ҷаҳонро барои шумо азизон бирасонам. شروع میکنم از اون که امروز 15 سپتامبر از روی نقشه قبلا آماده شده مقامات توجیک و روس مهلت پروازهای چارتری به پایان میرسد. درباره اون که جدول نو پروازهای غیر نقشه‌ای بین تاجیکستان و روسیه ترتیب داده شده است یا نه مقامات توجیک هنوز رسما اعلان نکردند و احتمال زیاد ساعت‌های نزدیک در این باره معلومات نشر میشود. قبلا سفیر تاجیکستان در روسیه گفته بود که پروازهای چارتری ادامه خواهد کرد و حتی بیشتر هم بشود. امروز از روی جدول قبلا تحریزی و هماهنگ شده 3 پرواز نهایی غیر نقشه‌ای از روسیه به تاجیکستان توسط شرکت سومون ایر عملی می شود. 2 پرواز از مسکو و 1 پرواز دیگر از سنت پترزبورگ به دوشنبه صورت می گیرد. دیروز هواپیمای چارتری باز یک گروه شهروندان درمانده در قزاقستان را به تاجیکستان انتقال داد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید که هواپیمای شرکت سومون ایر از الماتو به دوشنبه 153 نفر آورد. از این پیشتر 3 سپتامبر 347 نفر از زادگان تاجیکستان که بنا به بسته بودن مرزها در گذرگاه ژیبک ژولی قزاقستان و ازبکستان درمانده بودند برای زمینی به وطن برده شدند. 15 سپتامبر همچنین مهلت دادن سبوکی‌ها به مهاجران در روسیه وابسته به پاندمیای کووید 19 به پایان می‌رسد. طی چند ماه اخیر شهروندان خارجی و افراد بی‌شهروند که صاحب کار نیستند به گرفتن پتنت نیاز نداشتند یا وقتی به پایان رسیدن مهلت پتنتشان اجازه داشتند که بگذشتن از مرز روسیه آن را دراز کنند. قبلا بعضی از مقامداران روس و همچنین رهبر فدراسیون مهاجران در روسیه گفتند که با حکومت این کشور در مورد تا 15 دکامبر تمدید کردن این امتیازها مراجعت کردند. اگر در جریان روز در این باره هم خبری شد ما حتما برای شما بینندگان عزیز خواهیم گفت. در عین زمان وزارت کارهای داخلی روسیه پیشنهاد دارد مهاجرانی که با هدف کار به این کشور می آیند مبلغ معین را پیش پرداخت نمایند. یعنی مهاجران قبل از آن که به کار شروع می کنند باید اول پتنت الکترونی را ترتیب داده توسط آن مبلغ پیش پرداخت را سپارند. خبرگزاری ریا نوستی می نویسد این پیشنهاد در قانون نوی فدرالی که از جانب وزارت کارهای داخلی روسیه تهیه شده است درج گردیده است. طبق آن اگر مهاجر پول پیش پرداخت را نسپارد با او آگاهی روان کرده می شود. با گذشت 15 روز از نسپاریدن مبلغ او را از حق کار محروم و یا حتی از کشور اخراج می کنند. همچنین کاردهندگانی که شهروندان خارجی را به کار جلب می کنند باید در پایگاه گاسوسلوگی ثبت نام نمایند. حالا قانون نو در حال بررسی قرار داشته انتظار می رود که از سال آینده تطبیق شود. دیروز در شهر سوچی ملاقات رهبران روسیه و بلاروس ولادیمیر پوتین و الکساندر لوکاشنکو دایر شد. پوتین به همتای بلاروسیاش وعده کمک‌های مالی نموده توسعه همکاری‌های نظامی را بررسی کرد. در همین حال رهبر مخالفین بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا به پوتین هشدار داد که لوکاشنکو رهبر قانونی بلاروس نیست و پول مردم روسیه هم نباید برای تعقیب و اذیت همسایه‌هایشان مصرف شود. جزئیات را در گزارش تماشا کنید. روز دوشنبه در شهر سوچی روسیه پرزیدنت این کشور ولادیمیر پوتین به رهبر بلاروس الکساندر لوکاشنکو گفت مسکو به بلاروس به مبلغ 1.5 میلیارد دلار قرض می‌دهد. در عین زمان پوتین تاکید کرد که مردم بلاروس باید بحران این کشور را بدون دخالت خارجی رفع نماید. رهبر روسیه بر این نظر است که پیشنهاد اصلاحات سرقانون بلاروس اقدام در سمت درست است. پوتین میگوید ما درباره پیشنهاد شما در مورد کنستیتوسی خبر داریم. فکر میکنم آن منطقی، سری وقتی و جوابگویی تقاضا است. این اولین ملاقات روبروی پوتین و لوکاشنکو بعد از انتخابات بحث برانگیز پرزیدنتی در بلاروس است که حکومتداری 26 ساله لوکاشنکو را با تهدید جدی مواجه نمود. مخالفین میگویند که انتخابات سرشار از تقلب بوده، آوازدهی باید از نو دایر شود. لوکاشنکو عیبنامه‌های مخالفین را قبول ندارد و تاکید می‌کند که اعتراض‌ها با دخالت خارجیان تشکیل شده‌اند. در این بین بیش از هزارها طرفدار مخالفین بازداشت و رهبران آنها به ترک بلاروس وادار شده‌اند. پیشوای مخالفین بلاروس سویتلانا تیخانوفسکایا از روسیه درخواست نمود که آرزو و آمال مردم این کشور را نادیده نگیرد. او میگوید متاسفانه کرمل در یک صف با رهبر خودکامه
لوکاشنکو ایستاده است. تیخانوفسکایا روز 14 سپتامبر از لیتوا توسط اسکایپ به سوالهای تلویزیونی نستیا شورمیا پاسخ داد و از جمله گفت مردم میخواهند در بلاروس نو بدون شخصی به سر برند که سالهای زیاد قدرت را غصب کرده بود. مردم را نمیتوان متوقف کرد. چند بیشتر مردم را اذیت دهند و چند بیشتر مردم را به حبس گیرند، همانقدر عکس العمل مردمی شدیدتر می شود. ما دائما جانبدار مکالمه بودیم و فکر می کنم حاضر هم بهترین راه حل مکالمه است. و واقعا در نتیجه مکالمه مقامات دوره گذشته تنظیم شده، انتخابات نو تشکیل خواهد شد. تمام. мирной организации следующих новых выборов. Вот и все. سویتلانا تیخانوفسکایا امیدوار است که به زودی امکان بازگشت به وطن فراهم خواهد آمد. خبرهای جهانی را ادامه میدیم. امروز در حضور پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ سازش بنیاد روابط رسمی میان اسرائیل و دو کشور خلیجی امارات متحده عرب و بحرین دایر می شود. پرزیدنت آمریکا در عرفه انتخابات پرزیدنتی ماه نوامبر میخواهد نشان بدهد که سیاست او در خاور میانه موفق بوده است. او مراسم امروزه را تاریخی نامیده است. 13 آگوست پرزیدنت ترامپ سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو و شیخ محمد بن زاید رهبر امارات متحده عربی درباره پیمان اسرائیل و امارات متحده عرب خبر داده بودند. همین گونه اعلان درباره بنیاد روابط رسمی اسرائیل و بحرین 11 سپتامبر اعلان شد. این سازش ها شهادت از بنیاد یک اتحاد در مقابل ایران است. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پامپئو میگوید هر یکی از این کشورهای عرب واقعا اعتراف میکنند که جمهوری اسلامی ایران برای آنها تهدید است. این سازش ها را ایران، ترکیه و فلسطینی ها با سردی قبول کردند. کمیسیه مرکزی انتخابات غیر چشم داشت اعلان نمود که داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان از حزب دموکرات سید جعفر عثمانزاده را ثبت نام نکرده است. در بیانیه کوتاه مرکز از روز 14 سپتامبر آمده است که سندهای حزب مطابق با قانون نبود. ظاهرا بر طبق خلاصه کمیسیه مرکزی انتخابات حزب دموکرات نتوانسته است تعداد کافی امضای طرفدارانش را جمع آورد. سید جعفر عثمانزاده گفت که هنوز پاسخ رسمی را به آنها ندادند. در مجموع 285420 امضا با کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی پیشنهاد کردیم. اکنون مهلت معین است 5-6 روز که اون رو می‌آموزند. بعد باقاعد اگر که به طلبات قانون جوابگو باشد، یعنی امضاها در شکل به طلبات اونها که باشد، فکر میکنم که باقاعد میگیرن. خب اینا وقت نشان میده. فراموز ارگاشوف حقوقشناس و یگانه داوطلب کرسی رئیس جمهوری تاجیکستان که خودش نامزدیش را به این مقام پیشنهاد کرد گفت به قدر کافی امضا جمع کردن نتوانست و از این سبب کارزار انتخاباتیش را به انجام میرساند. مهلت ثبت نامزدها به مقام پرزیدنتی امروز به پایان میرسد. ارگاشوف گفت با تیم انتخاباتیش 83000 امضا جمع کردند که کافی نیست، چون باعث نامزد باید 260000 امضا جمع آورد. او گفت ورقه های امضاها را برای مشکل ایجاد نشدن برای طرفدارانش نابود میکند. حقوقشناس جوان افزود از این بعد برای اصلاح قانون انتخابات سعی میکند و به دادگاه کنستیتوسیونی مراجعت خواهد کرد. حقوقشناس جوان افزود از ثبت نام نکردنش ناامید نشده است و سال 2027 نیز عین کار را خواهد کرد و برای رسیدن به مقام رئیس جمهوری تاجیکستان مبارزه میبرد. شویتساریا موافقت کرده است 130 میلیون دلاری را که هنگام تحقیق پرونده جنایی به ضد گلنار کریمووا دختر کلانی رئیس جمهوری سابق اسلام کریموف مصادره کردند به ازبکستان برگرداند. حکومت شویتساریا روز 11 سپتامبر گفت که دو طرف در این زمینه به موافقه رسیدند و بر طبق سازش این دارایی ها باید به نفع مردم ازبکستان استفاده شود. سازشی که دو جانب امضا کردند حالا حکم اجرا ندارد و از حکومت ازبکستان طلب میکند که در عوض چند شرط را اجرا نماید. و بانک ملی تاجیکستان برای امروز 15 سپتامبر قرب اسعار خارجی را این گونه تعیین کرده است. $1 10 سومانی و 32 درم است. 1 یورو باشد 12 سومانی و 26 درم ارزش دارد. 1000 روبل روسی 136 سومانی و 70 درم مقرر کرده است. برای این ساعت بینندگان عزیز صحبت را به پایان میرسانم. خبرهای نو را 3 ساعت پس تقدیمتان خواهم کرد. با رادیو آزادی بمانید و روز خوب داشته باشید.